دوستای عزیز سلام. آصف سادات هستم. اینجا چینل زندگی سالم است. موضوعی که امروز میخوایم بحث بکنیم Measuring Health and Disease یا اندازه‌گیری صحت و امراض است که در این موضوع تقریبا 5 تاپیک مورد بحث قرار میتیم که تاپیک ها قرار ذیل هست: نومریتور، دنومینیتور، ریت، ریشیو و پروپورشن که هر کدامش به طور مفصل مورد بحث قرار میتیم. موضوع اولی که میخوایم بحث بکنیم نومریتور یا صورت هست که معمولا در صورت یا نومریتور تعداد واقعات مثلا مرگ، مرض یا تصادف و یا هم واقعات دیگری نوشته میشه یا بیان میشه. اگر یک کس را در نظر بگیریم که از صورت و مخرج تشکیل شده، صورت کس را به نام نومریتور میگن. و موضوع دوم ما شما دینومینیتور است یا مخرج هست که معمولا در مخرج نفوس مجموعی نوشته میشه که توسط یک واقع یا یک مرض یا یک مرگ و میر یک ارقام چی شده باشد متاثر شده باشد. اگر یک مثال بتیم، تعداد واقعات ریوی توبرکولوز در یک مرکز مثلا خاک جبار در سال 2023 ای صورت کسر هست، مثلا 10 هست، ای صورت است. و در مخرج نفوس عمومی که تحت پوشش همی مرکز صحی است در سال 2023 ای مخرج کسر هست که اگر صورت 10 بگیریم مثلا ای میشه نومینیتور و اگر مخرج را 40,000 بگیریم میشه دینومینیتور. موضوع سوم ریت است که ریت به نرخ و ارزش معنا کردن و ریت عبارت از اندازه‌گیری واقعی مشخص در نفوس مشخص و در یک زمان مشخص و معین است که در محاسبه ریت 4 موضوع باید روشن باشد تا ما بتانیم ریت به شکل درستش محاسبه کنیم. این موضوعات قرار ذیل است. اول کیس است یا صورت کسر است که باید بدانیم چقدر واقعات اتفاق افتیده، تعداد واقعات باید بدانیم. دوم پاپولیشن است یا مخرج کسر هست و ما باید بدانیم که پاپولیشن یا نفوس ما چقدر هست. سوم صورت و مخرج کسر ضرب یک عدد 10 میکنیم یا به توان 10 میکنیم، مثل 10، 100، 1000 و یا هم 10,000 و یا هم 100,000. هر کدامش به مو اندازه‌ای که ما میخوایم به مو نفوس را محاسبه کنیم. و چهارم هم یک موقعیت مشخص یا مکان مشخص و یک زمان مشخص باید ما در محاسبه ریت خود در نظر بگیریم. برای محاسبه ریت یک فرمول را در نظر میگیریم که فرمول قسمی است که در صورت باید ما واقعات بندازیم در یک زمان و مکان مشخص و در مخرج هم نفوس عمومی را نوشته میکنیم یا مندازیم و ضرب 10 یا به توان 10 میکنیم. اگر یک مثال عملی را اینجا در نظر بگیریم، تعداد مرگ و میر توبرکولوز در افغانستان در سال 2023 مثلا 11,000 نفر هست و نفوس وسط سال 42 میلیون هست. ما 11,000 را تقسیم 42 میلیون میکنیم ضرب 100,000 میکنیم. 100,000 را به خاطر ما انتخاب کردیم که ما میخوایم بفهمم که مرگ و میر توبرکولوز در 100,000 نفر چقدر هست و این مساوی میشه به 26. اگر ما تحلیل بکنم این قسم تحلیل میشه که در هر 100,000 نفر در افغانستان در سال 2023 26 نفر به توبرکولوز مبتلا میشه. موضوع چهارم ریشیو یا نسبت است که نسبت ارتباط بین دو ارقام ارتفاقی را بیان میکند که صورت و مخرج دو رقم متفاوت است. صورت یک نوع ارقام است و مخرج نوع دیگر ارقام است و صورت هیچ وقت جزء از مخرج نمی باشد که نسبت را به اشکال ذیل نشان داده میتونیم که x دو نقطه y مثلا x یک رقم است، ارقام است و y هم ارقام دیگر هست و یا همچنان x تقسیم y یا x بر y و یا هم میتونیم بگیم x تو y. به این سه شکل ما میتونیم که نسبت یا ریشیو را نمایش بدیم. اگر فرمول ذیل را در نظر بگیریم،
در صورت کسر تعداد اطفال که به سوء تغذیه مبتلا شده در سال 2023 و در مخرج کسر تعداد اطفالی که به توبرکولوز مبتلا شده در سال 2023 که صورت در مورد سوء تغذیه بحث میکنه، یک رقم ارقام سوء تغذیه را اینجا ارائه میکنه، اما مخرج ارقام توبرکولوز ارائه میکنه. یعنی مخرج و صورت جزء یا کل یکی دیگر نیستند، با هم متفاوت هستند. و اگر تعداد اطفالی که به سوء تغذیه مبتلا شده 2000 باشه و تعداد اطفالی که به توبرکولوز مبتلا شده 1000 باشه، اگر بالاخره ما را اختصار بکنیم میشه 2/1. اگر تحلیل بکنیم، قسم تحلیل میکنیم که میگیم در سال 2023 سوء تغذیه 2 برابر توبرکولوز اطفال را مبتلا میکرد. موضوع پنجم پروپورشن یا تناسب است. ارتباط بین جزء در کل را نشان میدهد و صورت جزئی از مخرج است. در تناسب چیزی که بسیار اهمیت داره ای است که ارقامی که در صورت کسر نوشته میشه جزء از ارقامی است که در مخرج کسر نوشته شده. اگر فرمول زیل را در نظر بگیریم، تعداد مرگی میر توبرکولوز در سال 2023 در کابل در صورت نوشته میکنیم و در مخرج تعداد تمام مرگ و میری که در کابل در سال 2023 اتفاق افتیده. تعداد مرگ میر توبرکولوز جزء از تمام مرگ میر توبرکولوز هست، پس صورت جزء از مخرج است. ضرب 100 میکنیم چون تناسب معمولا به فیصدی نشان داده میشه و ما این را ضرب 100 میکنیم تا به فیصدی تبدیل شود. اگر یک مثال را در نظر بگیریم، میگیم تعداد مرگ میر توبرکولوز در کابل در سال 2023 600 نفر هست. یعنی 600 نفر از بابت توبرکولوز در 2023 در کابل فوت کرده. پس مجموع مرگ میری که در کابل اتفاق افتیده 15000 است که اینمی 600 جزئی از همین 15000 هست. این را ما 600 تقسیم 15000 میکنیم، ضرب 100 میکنیم که 4% بر ما میده. که در تحلیلش ما این قسم میگیم که 4% تمام واقعات که مرگ میری که در کابل در سال 2023 اتفاق افتیده مربوط به توبرکولوز میشه. یعنی 4% واقعات مرگ میر توبرکولوز تشکیل داده و متباقی 96% واقعات مرگ میر مربوط دیگه امراض و دیگه واقعات میشه. پیشنهادات و انتقاداتتان همراه شریک کنید تا بتانم ویدیوهای بهتر براتون تهیه کنم. و همچنان چینل را سابسکرایب، زنگوله را فشار بدهید تا ویدیوهایی که تهیه میکنم با زودترین فرصت براتون برسه. تشکر.